این شماره رو بده به اون خانومه، این 100 تومن هم مال خوده. حالا 5 تومن بزن تا شماره تو پاره کنم. حالت خوبه بچه جون؟ چرا باید بهت پول بدم که شماره هم پاره کنی؟ به خاطری که اون مامانمه اونم بابامه. واریز شد. مرسی. کو غذاها؟ اینم غذات. این همه داری نگاه میکنی و میخندی، ازت یک شماره به ما نمیرسه؟ چی میگی خانم؟ حالت خوبه؟ همسرتون بیرون وایساده. چی میگی آقا؟ من اصلا ازدواج نکردم. پس اون پسر بچه چی؟ من که نمیفهمم چی داره میگه، ولی فکر کنم یه تختت کمه. دیوانه شدن مردم. آقا 1 ساعت گذشت این غذای ما حاضر نشده هنوز. الان پسرتون گرفت برد غذا رو. کدوم پسر؟ من اصلا ازدواج نکردم، بچه ندارم. چی میگی آقا؟